همون روز که به سایم گیر داد 2 ساعت بعدش اومد به لباس هم گیر داد. اسکراب شما خیلی کوتاهه، لطفاً برید عوضش کنید. سلام. دید وقتی که ویدیوهای مدگل و این ویدیوهای اینجوری میبینید میگن که شاید ما داخل یه بازی کامپیوتری، بازی رایانه‌ای هستیم که دارن بازی میکنن، اصلا ما هیچ اختیار و اینایی از خودمون نداریم و کلا شاید اصلا توی سریالیم، نمیدونم شاید توی فیلمیم، کلا وقتی فیلم‌ها اینجوری میبینیم بعدش به این نکته میرسیم. این چند روزه من خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم. این چند روزه دارم حس میکنم که انگار زندگی خودم زندگی چند فصلیه. حالا اون موقعی که پشت کنکور بودم و اینا و خیلی زندگی شبیه هم بود، زیاد آدمی وارد زندگیم نمیشد و اینا، اصلا به این موضوع فکر نمیکردم. اما این چند روزه حالا مثلا با شروع ترم جدید که یه سری همسویتی جدید اومد داخل سویتمون، خیلی دارم به این موضوع فکر میکنم که این زندگی من واقعا شبیه سریال هست. شبیه سریال هست، این سریال های آمریکایی چند فصلی که مثلا 9 فصل 10 فصل 11 فصله، بعد یه شخصیت اصلی داره که اون شخصیت اصلی از اول تا آخرش هستش ولی شخصیت های فرعی وارد میشن. همین جوریه و واقعا شدت رفتن آدم ها از زندگی من به اندازه همون یه فصل سریاله. کلا عادت ندارم زیاد آدم ها تو زندگیم بمونن، میان و میرن، میان و میرن. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و اوضاع خیلی خوب و عالی براتون پیش بره. به دومین اپیزود از پادکست بیوشی تراپی خوش اومدید. من خیلی وقت قصد داشتم که یک سری پادکست درست کنم که راجع به اتفاقاتی که تو زندگی واسم افتاده، تجربه‌های زندگی باهاتون حرف بزنم، تجربه‌هامو باهاتون شیر کنم. اپیزود قبلی راجع به گم شدن تو زندگی بود که خیلی ازش استقبال کردید، خیلی ویو خورد و خیلی خوشحالم که از اون ویدیو خوشتون اومد. به خاطر همین ترغیب شدم که تا اومدم از خوابگاه خونه دومین اپیزودم بگیرم. الان اگر چای، خوراکی، پفکی چیزی دارید برید بیارید، چون قراره کلی غیبت کنیم راجع به اتفاقاتی که برام افتاده. نمیدونم میدونید یا نه، اما من دانشجوی بیوشی ام داخل اتاق عمل و کلا همیشه توی ویدیوهای مختلف اینا راجع به اتفاقاتی که تو اتاق عمل برام میفته باهاتون حرف زدم. این 2 تا ماجرایی که امروز میخوام باهاتون حرف بزنم یه 2 تا ماجرای خیلی عجیبه، یعنی مثل اتفاقاتیه که داخل فیلم و سریالا و اینا میفته. مثلا یه فصل این اتفاقات فصل بعد یه اتفاقی راجع به همون اتفاق قبلی میفته، اینجوریه. و یه ویدیویی مثل شاید برای شما هم اتفاق بیفتدم هست، خیلی جالبه. من خودم خیلی این روزا داشتم بهش فکر می‌کردم، گفتم بیام با شما هم بگم. تا سابسکرایب نکردید خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، عضو سریا فن بشید و اگر ویدیو رو لایک نکردید خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید. کوچکترین کمکی که میتونید بهم بکنید حتما اگر نظری راجع به این ویدیو هم داشتید حتما واسم کامنت کنید. مرسی. من دانشجوی بیوشی ترم 5ام. از ترم 3 من کارآموزی اتاق عمل داشتم، یعنی میرفتم اتاق عمل و واقعا ترم 3 اصلا یه خیلی عجیب بود واسه اولین بار که رفتم اتاق عمل. وقتی ترم 3 اولین بار میری زیاد کار خاصی بد نمیدم و بیشتر ابزرو، یعنی بیشتر میبینی و ترم 3 اتفاق خاصی نمیافته. و حالا میرسیم به ترم 4. ترم 4 یکم پیشرفت میکنی، بیشتر بهت کار میدن، دارو کشیدن رو بهت میدن، حالا ماسکگیری رو بهت میدن، یکم حالا بیشتر بهت اعتماد میکنن دیگه. تو ترم قبل یه سری چیزا رو دیدی. توی اتاق عمل اصلا یه فضای کاملا متفاوته نسبت به جاهای دیگه بیمارستان. کلا جوش فرق میکنه، اتفاقاتی که اونجا میفته فرق میکنه، جریاناش فرق میکنه و کلا ما وقتی که کارآموزی میریم یه مربی داریم، یعنی ما گروه میشیم، حالا گروه های 4-5 نفره و حالا این 4-5 نفرمون توی بیمارستان‌های مختلفی میریم که یه مربی بالا سرمونه. توی بیمارستانی که من رفته بودم این اتاق عمل خیلی واقعا اتاق عمل خوبی بود، خیلی چیل بود، خیلی خوب بود. بعد کلا اون کارشناسا و اینا هر نوع اسکرابی که دلشون میخواد میپوشن،
اما خیلی مثلا به دانشجوها اینا گیر میدم. راجع به پوشش اصلا کلا تو اگه جرأت داد ناخن بذار. واسه اصلا کلا اصلش هم اینه که نباید ناخن بذاری یا لاک بزنی چون که مثلا میگن باعث میکروب و انتقال میکروب و باکتری به بیمار میشی و واقعا هم حق دارن. هیچ وقت خودم ناخن نذاشتم تو زندگی، اما میبینی بعضیشون اصلا این نکته رو رعایت نمیکنن و میان ناخن میذارن، لاک میزنن، نمیدونم آرایش آنچنانی میکنن و اینا. من خودم توی ولاگام و اینا شاید دیده باشید وقتی که میرم آماده میشم واسه حالا اتاق عمل، چه دانشگاه چه اتاق عمل، و کلا انقدر صبح دیر بیدار میشم که خودم میدونم اکثرا از سرویس جا میمونم و انقدرم که عجله دارم اصلا وقت نمیکنم که آرایش و اینا کنم. فقط یه سنگوش ضد آفتاب میزنم صبح که میخوام برم اتاق عمل. و جدیدن ترمای اول واسه دانشگاه خیلی به خودم میرسیدم، خیلی حالا آرایش و اینا میکردم، اما جدیدن این کارم نمیکنم، اصلا حوصله ندارم دیگه این کارو انجام بدم، چون که حالا دانشگاه تو میری 12 ظهر دوباره برمیگردی خوابگاه و اینا، اصلا انقدر گرمه اصلا حوصله ندارم چیزی رو پوستم باشه که بخوام آرایش کنم. اما خیلی هم هستن آرایش میکنن داخل دانشگاه و اینا. خب چه دارم یه مقدمه چینی میکنم که اون جریانی که میخوام بهتون بگم و شما هم بفهمید. آقا ما یه روز یکی از کارآموزیامون افتاد توی این بیمارستانه. این مربی هم بالا سرمون بود. هر کارآموزی که ما داریم 10 روزه، یعنی تو 3 هفته میریمش. 3 روز اول هفته بود. ما این کارآموزی 9 روز، حالا ما این کارآموزیمون 9 روزشو رفتیم، رسیدیم به 10مین روز. 10مین روز که شد من خوشحال و خندان و اینا گفتم که حالا بذار یکم به خودم برسم، یکم یه آرایشی چیزی بکنم، یه سایه، یه روژه لبی چیزی بزنم. البته خب آخرین روزم نبود، فکر کنم از 2 روز قبلش من اینجوری آرایش میکردم و اینا، اما روز آخرین اتفاق افتاد. بعد روز آخر که شد من یه سایه داشتم از این سایه شاین دارا. کلا بین فکر کنم خیلی هم زدمش تو ویدیو، از بین سایه ها من این سایه شاین دارا رو خیلی دوست دارم. یعنی وقتی سایه شاین دار میزنم خیلی بهم میاد، اصلا تو ویدیو تو عکس‌ها خیلی سایه شاین دار قشنگ میشه. و من اینطوری دستمو میکنم تو سایه میزنم دیگه پشت چشمم انگار الان چی شده. خیلی دوست دارم سایه شاین دار. کلا از بین سایه تنها سایه که فکر کنم خیلی قشنگ باشه از نظرم همین سایه شاین داراست که از اون موقع هم اصلا دوست ندارم بزنم. سایه شاین دار رو زدیم، رفتیم اتاق عمل. بعد صبحش این استادمون بهمون گیر داد، یه خانومی هم بود. آقای استادمون بهمون گیر داد و گفت که نباید واسه اتاق عمل از این سایه ها بزنید. نه خدا یادم میاد. بعد مثلا منی که اصلا هیچ آرایشی نمیکنم گفتم حالا بذار یه 2 روزی آرایش بکنیم، روزای آخری آرایشی بکنیم. این اتفاق واسم افتاد. و ببین عجیبش چی بود؟ عجیبش این بود که همون روز که به سایم گیر داد 2 ساعت بعدش اومد به لباسم هم گیر داد. اسکراب شما خیلی کوتاهه، لطفاً برید عوضش کنید. بعد من بدبخت اسکرابم انقدر گشاده که اصلا در برابر دانشجوهای دیگه، نمیدونم کارشناسای دیگه، اونا بولیز میپوشن. جراح که نگم براتون، اصلا اسکرابشون آستین نداره و کلا حتی مقنعه هم نمیپوشن. بعد اسکراب شما انقدر کوتاهه. جزم باشه عوض میکنم اسکرابو، اگه میتونی خودت برو برام یه اسکراب 800,000 تومانی یه گشاد بخر تا من عوض کنم. تا اون موقع 800 تومن بود، الان بالا 1 تومن شده. انتظار داریم من دانشجوی بدبخت برم اسکرابمو عوض کنم، یه اسکراب جدید بخرم؟ مثلا بهش گفتم که بقیه هم کوتاه میپوشن. بعد مثلا کی؟ مثلا من نشون بدم اینو ببین کوتاه میپوشن، نمیدونم چی. البته مال خودم کوتاه نبود که گفتم بقیه هم، اصلا باید میگفتم بقیه کوتاه میپوشن، من ببین چقدر بلنده لباسم. الانم که یادش میافتم اعصابم خورد میشه. بعد مثلا منو مجبور کرد برم سایه‌مو پاک کنم،
اعصابم خورد کرده. روز آخر بود، یعنی روز آخر کارآموزی اون بیمارستان بود. من اعصابم خورد شد که دوست داشتم مثلا اون بیمارستان برم. اصلا کلا از اون استاد خیلی بدم اومده بود. تازه این استادی بود که باشه کلاسای دیگه هم داشتم تو دانشگاه، یعنی فقط مختوم به چیز نبود بیمارستان. بعد همش میترسم یه درسای خیلی مهمی هم باش داشتم، میترسم که حالا ازم نمره کم کنه یا حالا اذیتم کنه تو نمره دادن و اینا. یه درس مهم باش داشتم. حالا ایمی نداره. بعدش مثلا رفتم پرسجو کردم از دوستام، از همسایه‌ام، این گفت کلا به همه گیر میده، یعنی فقط من نبودم. منم یه گوشه کشین بهم اینو گفت ها، یعنی فقط جلوی همه نبود. فکر کنم همه رو یه گوشه میکشون بهش گیر میداد و کلا کارش همین بود که گیر بده به لباس و اینا. ولی خب اگه میخوای گیر اصلا به لباس گیر دادن به نظرم خیلی اشتباهه، چون که من اولا خب لباسم اوکی بود و اینا، ولی خب این که میگه برو عوضش کن، میدونی هر اسکارپی چقدر گرونه و اینا، اصلا چطور همچین حرفیو میاد میزنه؟ یا اصلا من بدبختی همه آرش نمیکنم، آخرش روز آرش کردم اینطوری بهم گیر دادن دیگه، هم آرش نمیکنم. ترم 3 بود فکر کنم، آره ترم 3 بود که دیگه کارآموزی هم تموم شد با این استاده و اینا. ولی خب کلاس دانشگاه داشتم و همش آرزو میکردم که دیگه باش نداشته باشم، همش میگفتم کاش دیگه با این استاد من نداشته باشم، کاش دیگه درسی با این استاد نداشته باشم و اینا. رفتیم ترم بعد، ترم 4، فصل جدید زندگی. ترم 3 واسه من کلا یه ترم پر از دراما، پر از درگیری و اینا بود، پر از بدبیاری، پر از بدشانسی. اما ترم 4 یه ترم ملو آروم اینا بود. من ترم 5 ترم پیش ترم 4 بود اگه مزه اطلاع. یه ترم خیلی خوبی بود ترم 4. به خاطر همین میگم اصلا زندگیم فصله، هر فصلش فازش متفاوته از فصلهای دیگه. کلا خیلی عجیبه این موضوع واسم. واسه ترم 2 اصلا یه ترم پر از افسردگی و اینا بود واسم. حالا ترم 3 تموم شد، این گیرش و اینا رو داد، رفتیم ترم 4 دوباره. از قضا باش کارآموزی داشتیم تو همون بیمارستانه. بعد رفتیم و اینا. من خیلی میترسم، خب من اسکرابم همون اسکراب بود دیگه، عوضش نکرده بودم، اما خب دیگه مراعات میکردم. آرش اصلا نکردم، فقط همون ضد آفتاب و اینا. خب هیچ وقت من آرش نمیکردم کلا. بس اسکراب خیلی خوب بود، اصلا هیچ کی بهش گیر نداده بود، فقط این. بعد رفتیم آقا من میترسم حالا به اسکرابم گیر بده، به اون گیر بده اینا. اصلا خودش انگار یادش نبوده اصلا همچین مسئله. یا گفتم مثلا تو بعضی وقتا که بدی میده فکر می‌کنی فقط به تو گیر داده، ولی خب این انقدر به همه گیر میداد اصلا یادش نبود به کی گیر داده به کی گیر نداده. والا کارآموزیش خیلی واقعا خوب بود، یعنی خیلی تو کارآموزیش من چیزی یاد گرفتم، خیلی بهم این توبه افتاد، خیلی بهم رگگیری افتاد. تازه خودش خیلی خوب آموزش میداد، اصلا هر چی میشد مثلا صدا میکرد که حالا رگ بگیرم اینا، همش دوست داشت که من کار انجام بدم و اینا. اونجور که فکر میکردم حالا شاید بهم گیر بدم اینا، اصلا بهم گیر نداد. و اینکه کلا از نظرش من اون موقع خیلی تو ترم 4 خیلی دانشجوی فعال، اصلا من اون دانشجوام که اصلا غیبت نمی‌کنم اینا. یه دختر دیگه داشتیم تو گروه خیلی غیبت می‌کرد، من هر روز مثلا کلاس‌ها و اینا رو میرفتم و تو هر روز کارآموزی‌ها و اینا رو میرفتم، خیلی خوشش میومد. مثلا غیبت و اینا خیلی از نظرش دانشجوی فعال و اینایی بودم و کلا هستم. به روز آخر کارآموزی باش تو ترم 4. روز آخر خب یادآوری کنم که روز آخر ترم مثل کلی بهم گیر داد از هر جهت. روز آخر کارآموزی ترم 4 من بالا سر یه عملی بودم، یه عمل خیلی طولانی هم بود، لامصب خیلی طولانی بود. عمل فکر کنم زیبایی شکم، آره عمل ابدومینال بود، خیلی عمل طولانی بود. بعد من صدا کرد، گفت خانوم فلانی یه لحظه میاید. و من گفتم میخواد گیر بده این میخواد دوباره بهم گیر بده دوباره. و خودمو آماده کردم، قلبم تاب خدایا یا میخواد به لباسم گیر بده، یا میخواد به رگگیریم گیر بده، یا به این توبم، یا به هر یا به دیر، شاید دیر اومده باشم نمیدونم، اصلا هزار تا چیز اومد تو سرم. گفتم خدایا این میخواد باز به چی گیر بده، یا ابوالفضل خدایا. خیلی خدایی ترسیدم، حوصله نداشتم دوباره روز آخر بهم گیر بده. بعد این همه خستگی، این همه کاری که کرده بودم باز بیاد بهم گیر بده، خیلی نامردی بود واقعا.
بعد در اومد رفتیم داخل اتاق. بعد اصرارم داشت در اتاقو ببند، نمیدونم بچه‌های دیگه نباشن، کسی نباشه اینا. بعد رفتیم داخل اتاق، کامادش باز کرد، گفتم میخواد این سلاحشو در بیاره. بعد کامادش باز کرد، یه بستنی در آورد. یه بستنی در آورد. بعد گفت که من گفتم یه دختری تو گروهمون بود که غایب بود، من تنها دختری. گفت شما تنها دختر گروه هستی؟ بعد روز دختره میخواستم بهتون یه هدیه یاده شیرینی چیزی یادم. وای خدایا، اصلا خیلی تعجب کردم و گفتم او مای گاد وات. بستنی، اصلا بستنی رو تو دستم که داد. روز آخر ترم 3 اینجوری شد، بعد روز آخر ترم 4 اینطوری. واقعا خیلی عجیب بود واسم، خیلی عجیب بود واسم، خیلی. بعد رفت و گفت شما دانشجو خیلی خوبی هستید و اینا، برید بستنیتون رو بخورید دیگه، روز آخر کارآموزی این بیمارستانتون و اینا. بعد من واقعا خیلی تعجب کرده بودم. بستنیه و خوردیم و اینا. روز آخر کارآموزی این بیمارستانمونم به خوبی و خوشی تموم شد و تو ترم 4 فکر کنم اصلا این کارآموزی یه کارآموزی خیلی عالی بود واسه من، اصلا از بین همه کارآموزی اون ترم. و اون ترم خیلی اصلا اعصابم خورد شده بود. این ترم اصلا خیلی عجیب بود، اینجوری صبر، نمیدونم بگم بهش زمان همه چی رو حل میکنه یا باید صبر کنیم همه چی رو حل میکنه، نمیدونم. ولی خیلی جالب بود واسم این دو ساید افکتش. یه چیز دیگه همینجوری برام اتفاق افتاد راجع به یه متخصص بیوشی که در ادامه واسهتون میگم. از این داستان نتیجه‌ای که میگیریم، نمیدونم بچه‌ها این داستان چه نتیجه‌ای میگیریم. حالا مقدمه‌اش هم که تعریف کردم شاید بعد نتیجه گیری کنیم، اما از این داستان نتیجه میگیریم که صبر همه چیز رو حل میکنه، به زمان بسپارش و اینا، یا زود قضاوت نکن. نمیدونم ولی که حالا داستان بعدی رو تعریف کنم راجع به همین اتاق، یکی از داستان دیگه که راجع به اتاق عمل واسم اتفاق افتاده. میخوام بهتون بگم چرا اسم این پادکست رو گذاشتم بیوشی تراپی. بیوشی تراپی اولا دوست داشتم اسم پادکست یه ربطی به چیز داشته باشه، یه ربطی به کاری که دارم من انجام میدم داشته باشه، بیوشی. و بیوشی اصلا چیزیه که تو رو از دردات رها میکنه، باعث دیگه درد نداشته باشی، بخواه فرو بری، بعد حالا اون مشکلات حل بشه، اون جراحیت انجام بشه، بعد که بیدار بشی. یعنی باعث میشه که هیچی نفهمی و شاید بعدش حالت بهتر بشه، باعث میشه کلا شرایط خیلی بهتر بگذره بیوشی. و تراپی هم خب معنی تراپی معنی تراپی هم که همتون میدونید و شد بیوشی تراپی. اگر کسی باشید که منو دنبال میکنید، یعنی حالا ویدیوهای قبلی ما اینا دیده باشید، من راجع به یه مسئله باتون حرف زدم. راجع به حالا واسه اونا که نمیدوننم یه خلاصه تعریف کنم، راجع به متخصص بیوشی حرف زدم که داخل اتاق عمل وقتی بودم سر من داد زد و اینا. حالا از اول بخوام بگم اینجوری شد که من از صبح وقتی یه مریض اومد، مربیمون گفت که تو این مریض بیوشی عمومی میشه و تو این توبهش رو انجام بدی. این توبه اگر نمیدونید چیه، این توبه یعنی همون لوله گذاری واسه مریض. وقتی مریض نفسش قطع میشه داخل اتاق عمل و نفسش رو قطع میکنیم، اون لوله رو میذاریم وارد نای میشه و از اون طریق میتونی بهش اکسیژن و اینا رو برسونی. خیلی بگم ساده گفتم. این توبه بین دانشجو خیلی کلا یه چیزی که دوست دارن انجام بدن، چون سخت ترین کار از دانشجو هم این توبه کردن، البته هیجان انگیزترین شو، اما خب سخت ترینش همون تسلط به داروها و ایناست. خب کلی دارو داریم که باید به همه اینا تسلط داشته باشیم، این توبه در برابرشون هیچی نیست و من نظرم تسلط به داروها از همشون مهمتر. صبح بود و مربی گفت حالا برو کارای مریض رو انجام بده و تو این توبهش بهت میافته، این توبهش میتونی انجام بدی. و من حالا دیگه برو داروهاشو بیار، داروهاشو بکش، به کارشناس بگو من میخوام این توبهشو انجام بدم، نمیدونم رگیشو انجام بده، کلی کار، هر کاری بود انجام دادم واسه مریض که حالا این توبهش بهم بیافته. بعد مریضم آقا بود، حالا نمیدونم، حالا مشخص بود میشه حالا این توبه انجام داد واسه. من فکر میکردم که حالا شاد و خندان فکر میکردم که حالا این توبهشو انجام بدم. بعد موقع این توبه که شد، متخصص بیوشی داروها رو بهش دادم، اینا داروها رو زد. بعد از متخصص بیوشی اجازه خواستم که حالا میشه من این توبه این بیمار رو انجام بدم یا نه، و اون گفت که نه،
و وقتی که گفت نه، من گفتم چرا نه. البته گفتم چرا دکتر نمچی. در اومد بهم گفت، داد زد ها، اصلا کلا جوری که همه فهمیدم و من قلبم کت کت شد. در اومد بهم گفت که چرا نه؟ اصلا دانشجو باید بپرسه چرا. وقتی میگم نه یعنی نه، میگه من استادتم که ازم میخوای این تو انجام بدی و میگی چرا اصلا باید بگی چرا. و اینجوری بود که هست جراح که اونجا منتظر بودم اینجوری به من نگاه میکنم و من اصلا اینجوری شدم او مای گاد. من کلا خیلی میتونم بگم ناراحت شدم. من کلا خیلی ناراحت شدم، میتونم بگم اصلا قلبم شکست، اینجوری بگم. شاید هم خیلی نازک نارنجم، نمیدونم، به ازتون نازک نارنج بازیه، ولی خب یعنی چی؟ الان میگه چی میشه من یه بار ترای کنم؟ اما خب متخصص بیوشی اولین بار بود که مطابق اون متخصص بیوشی میگفتم حالا این تو بده، و حالا بعدش هم دوباره مثل همون استاد فهمیدم که این کلا اینجوره، به دانشجو نمیده چون میترسه سر بیمار و اینا. و چون که وقتی دانشجو بخواد ترای کنه ممکنه خیلی آسیب بزنه، به دندون بیمار آسیب بزنه، بکنه داخل مری، بعد حالا بیمار افت سچوریشن یا همون افت اکسیژن پیدا کنه. میدونم خیلی اتفاق ممکنه واسه بیمار بیفته اگه دانشجو بخواد همچین کار حساسی انجام بده. و خب کلا متخصص بیهوشی حساس بود راجع به این مسئله و کلا نمیداد به دانشجو، مگر که حالا دانشجو کارورز باشه، خیلی بهش اعتماد داشته باشه و اینا که بهش بده. نه حالا منی که جدید بود. خب مثلا اینجوری بود که مربیمون وقتی گفته بود این بهت میده و نمیدونم چی، من دیگه حالا امیدوار شده بودم و اینا. و حالا مسئله این بود که من وقتی گفتم بهش چرا، میتونست جواب درست بده. حالا میتونست بگه حالا مریض دیفیکالته یا حالا سخت گذاشتم واسش و اینا، ولی خب چرا اینجوری باید جواب بده. و اینو بعدها من داخل اتاق عمل متوجه شدم که انقدر اونجا شرایط مثلا شرایط استرسی و ایناست که تو متخصصا ممکن تو اتاق یه جوری باید رفتار کنن، یه جوری بدرفتاری کنن، بعد بیان تو راه رو اصلا باید بگن و بخندن. انقدر شرایط اونجا استرس، حتی ممکنه یادشون هم نیاد که همچین حرفی به تو زدن، همچین رفتاری برخوردی با تو داشتن. در این حد بهتون بگم. واره من اصلا از اتاق زدم بیرون و رفتم داخل راهرو و اینا، اصلا خواستم تنها باشم. اصلا کلا انقدر واسم سنگین بود، اصلا دلم نمیخواست دیگه اون روز به کارآموزی ادامه بدم و اینا. خیلی واسم سخت بود. درست سخت بود که اومدم عید واسهتون جنش رو تعریف کردم. اگه دلتون خواست برید اون ویدیو هم ببینید و به طور مفصل واسهتون تعریف کردم اونجا. و کلا من دیگه قراری که با خودم گذاشتم این بود که اصلا واسه این توبه گرفتن و اینا به متخصص بیهوشی اصرار نمیکنم، چون که میدونیم ما الان کلی کارآموزی داریم، بچ کارورزی داریم، بچ طرح داریم، کلی بهم میفته. چرا الان باید اصرار کنم یا حالا بخوام ناراحت بشم و اینا؟ اگه دادن ندادن هم مثلا گفتم یا خودشون بگم بیا انجام بده یا حالا کارشناس بگه بیا انجام بده، یا این دیگه اصرار رو نمیدونم جنگ و این چیزا اصلا ارزش نداره. بچه‌ها یه چیز جالبم که بخوامتون بگم، این توبه اصلا تو شرح وظایف یک کارشناس بیهوشی نیست و کلا این توبه وظایف خود متخصص بیهوشیه که کارشناسای بیهوشی انجام میدن. یعنی ما حقوق اصلا واسه این توبه کردن و اینا بهمون نمیدن. اگه ما سر عمل بگیم ما نمیخوام این توبه کنم، تو حق داری بگی من نمیخوام این توبه کنم. در این حد بخوام بهتون بگم اصلا میتونی این توبه نکنی تو و بگی من نمیخوام انجام بدم، چون اصلا وظیفت نیست. تو بری شرح خب هر کسی یه شرح وظایف داره دیگه، هر جا استخدام بشه و اینا شرح وظایف تو اینه، این کارو کنی، این کارو کنی. اما مثلا شرح وظایف یه کارشناس اصلا همچین چیزی نیست. این مسخره است که چرا باید حالا ما انجامش بدیم. اما خب تو این اتفاقی بود که قبل عید واسم اتفاق افتاد بود که من عید اومدم براتون تعریفش کردم. یعنی فکر کنم اسفند ماه یا بهمن اتفاق افتاده بود که کارآموزی یه بیمارستان دیگه‌مون بود اتفاق افتاده بود و رسیدیم به بعد عید. بعد عید شد من یه بیمارستان دیگه کارآموزی داشتم و همون ترم 4 بودیم، یعنی قبل و بعد عید ما ترم 4 بودیم. رفتم بیمارستان دیگه. وقتی رفتم بیمارستان دیگه این متخصص بیهوشی انگار هم تو اون بیمارستان کار میکرد، شانس من هم تو این بیمارستان کار میکرد و من صبح رفتم پر انرژی و اینا، امروز چند تا این توبه بهم بیفته و نمیدونم رگگیری و اینا. بعد رفتم دیدم که متخصص بیهوشی یکیه داخل. بعد رفتم دیدم این متخصص بیهوشیه. اصلا کلا هرچی
صبح هم کلا زهر مار شد. گفتم چرا این؟ من فکر کردم تو اون بیمارستان فقط دیگه من کل ترم تو بیمارستانی که نمیرفتم، تو بیمارستان دیگه بودن. گفتم حالا شانس من این باید تو این بیمارستان هم باشه. بعد من رفتم داخل اتاق، گفتم پیش خودم من امروز هیچ کاری انجام نمیدم، حتی رنگگیری هم انجام نمیدم، فقط میسم داخل اتاق مثل مجسمه. اصلا دلم نمیخواست دوباره همچین اتفاقی بیفته. و دیگه آدم چند بار بعد از این سوراخ بگزه یا چند بار بعد یه چیزی براش تکرار بشه. گفتم حالا که اساسا من هیچ کاری انجام نمیدم، همه کارا خودشو کارشناسش انجام بدن. آقا رفتم داخل اتاق، همینجوری دست به سینه ایستادم، داروها رو داد و اینا. این کارشناس اینجوری گرفته بود میگفت یعنی یه ماسک بگیر. خب خیلی عجیب بود واسه این کارشناس. منو میشناخت، من کلا خیلی دلم میخواد ماسک نمیدونم این چیزا رو بگیرم. بعد همش میگفت که مثلا بیا ماسک بگیر این چیزا. بعد من میگفتم، بعد گفت اینطوری که نمیخوای ماسک بگیری. من اون کارشناسه گفتم نه. بعد متخصص بیوشی اینطور نگاه میکرد، یعنی این دانشجو چشه. متخصص اینجور نگاه میکنم، من اینجوری گرفته بودم با حالت جدی و اینا، هم تو دست به سینه، یعنی من نمیخوام هیچ کاری انجام بدم. بعد اصلا یادشم نبود به حالا قضیه حالا یه روزی توی اتاق عمل با من همچی برخورد داشت، اصلا یادش نبود. بعد متخصص کارشناس بیهوشی بهم اینطوری ماسک گرفته بود، این تو هم نمیخوای بکنی؟ گفتم نه. همینجوری نه. اصلا تعجب کرد، گفت چرا؟ کارشناس گفت چرا؟ بعد متخصص بیهوشی در اومد گفت کسی که ماسک نگرفته میشه این توبه انجام بده. و من همینجوری ایستادم، مثلا نه جوابش دادم نه چیزی. بعد متخصص بیهوشی همینجور داشت نگاه میکرد که حالا فازم چیه واقعا فازم چی بود. اصلا الان که دارم بهش فکر میکنم الکی این توبه رو از دست دادم، بعدش بهش پی بردم. بعد که حالا کاراش اینا انجام دادم، من اصلا سمت بیمار نرفتم، سمت متخصص نرفتم، هیچی، گذاشتم کارا رو انجام بدم. بعد وقتی رفتم کارشناس دعوت بگم چت بود، چرا ماسک و این توبه رو نگرفته بودی؟ بعد من برش تعریف کردم همچین اتفاقی افتاده بود اینا. بابا گفت تو چقدر نازک‌دارنجی هستی، چقدر حساسی، خیلی از این بدتر ممکنه برات بیفته. من نمیدونم اون موقع باهم اینجوری شد، نمیدونم باهم کلی حرف زدن اینا، نمیدونم من اون موقع با این متخصص دعوام شد. بعد تو راه رو نمیدونم اومد کلی باهم خوشو بش کرد، اصلا یادشون نیست که تو با تو همچین رفتاری کردن، کلی بدتره اینا، ممکنه سر تا پا تو قهوه کنن. نمیدونم چی گفت. کلا اتاق عمل اینه، اگه بخوای با همچین مسئله کوچیکی نمیدونم دیگه نخوای این تو بکنی، نمیدونم چی گفت چون که من بودم تازه مثلا بهت میداد این تو بکنی، این تو رو الکی از دست دادی و مثلا واسش مهم نیست اینا. بعد من یکم نشستم بهش فکر کردم و اینا، گفتم what the fuck، واقعا همینه. من چرا الان الکی این تو رو از دست دادم؟ چرا ترسیدم که برم این تو بکنم و اینا؟ خیلی واقعا اون موقع خیلی حالم بد شد. اصلا بهتون بگم که شاید حالم اون موقع بدتر شد، چون که یه حسی پیدا کردم که انگار اصلا ترسیدم که برم این تو انجام بدم، نتونم انجامش بدم، یه دوباره همچین برخوردش بکنم، تازه حسم بدتر شد. بعد از این موضوع که حالا تو بیمارستان خودش کم این تو گیر میاد، بعد اینجوری تو قرار بود مثلا بتونم انجام بدم، ترای کنم، بعد نتونستم. بعد کارشناس اونا بود که کلی کمکم می‌کرد و اینا کمکم می‌کرد که کلا خیلی حس بدی اومد سراغم که من چرا همچین، یعنی مثلا انگار براش مهمه من قهر کنم یا نخوام این تو انجام بدم، چون خداش هم باشه. بعد هیچی گذشت و ساعت 10 شد، دوباره عمل دیگه بود. بعد من گفتم این بار فرار نمی‌کنم، این بار این توبه‌شو انجام میدم. و من دیگه دوباره کارهای مریض انجام دادم، رگشو گرفتم و نمیدونم چی، ماسکشو گرفتم. بعد کارشناس گفت تو همه کارشو انجام بده، ماسکشو گرفتم و اینا. بعد این توبه‌شم، بعد مثلا گفتم دوباره دکتر میشه این توبه‌ش کنم؟ بعد گفت آره میتونی این توبه کنی. خود دکتر وقتی داشتم ماسک می‌گرفتم گفت صبح چت بود؟ دکتر متخصص بیهوشی. گفتم دکتر من ظهر امتحان داشتم، بعد انقدر حالم بد بود، شبم نخوابیده بودم، به خاطر همین اصلا کلا انقدر حالم بد بود نمیتونستم این توبه و ماسک رو انجام بدم. بعد گفت ببین امتحانا چه بلایی سر جوانای مملکتمون آوردن، چقدر استرس میکشن، همین استرسشون باعث فلان میشه. گفتم آره دکتر انقدر استرس داشتم نتونستم مثلا این توبه و اینا کنم، ولی الان حالم بهتره، میخوام الان این ترای کنم و اینا، یه چیزی بهش گفتم. بعد دیگه این توبهشو انجام دادیم و این واقعا مثل فیلم هست. واقعا این دوتا چیزی که الان براتون تعریف کردم واقعا مثل سریال هست. یه سریال هست یه اتفاق میفته، بعد نمیدونم یه چیزی میشه، یه چیز خلاف اون اتفاق میفته، یا نمیدونم
با اون آدم یه چیزی رو تجربه میکنی، بعد یه سری دیگه رو مثلا تجربه میکنی. یه سریالی که شخصیت اصلیش خودتی، نقش اصلی اون سریال خودتی. من الان نمیخوام دقیق بگم، حالا شاید برای شما هم اتفاق بیفته، صبر داشته باشید، نمیدونم زود قضاوت نکنید، فرار نکنید، نترسید، نمیدونم سعی کنید یکم پوست کلوف باشید و اینا. میشه از این دوتا داستان میشه این دوتا نتیجه رو گرفت که من خودم این نتیجه رو گرفتم که حالا تو اتاق من اصلا نباید زیاد آدم حساس باشه. اگه بخوای حساس باشی اصلا نمیتونی کار کنی، هر جایی هم ها، نه فقط اتاق من، کلا هر جایی تو خیلی حساسیت داشته باشی نمیتونی کار کنی. باید یکم براش مهم نباشه. یعنی خیلی مثلا دیدی بعضیا خیلی بیخیالن، مثلا این چیزی که الان من دارم تعریف میکنم شاید اونا همون لحظه فراموشش کردن یا نه اصلا یادشون نمونه، ولی من اینجوری نیستم. من کلا حساسم، حساسیت زیاد دارم تو زندگیم. یعنی یکی یه چیزی بهم بگه شاید تا مدت ها به اون فکر کنم که این خیلی بده. خیلی بهتر شدم از وقتی که رفتم دانشگاه خوابگاه و اینا، اما واقعا خیلی بدتر بودم راجع به این مسئله که یکی یه چیزی بهم میگفت تا مدت ها بهش فکر میکردم و مثلا الان مثلا با متخصص قهر کردم که من این توپتون رو انجام نمیدم، اینا حالا میگم براش مهمه، حالا مثلا براش مهمه، نه براش مهم نیست. تو فقط کسی که اینجا باخت میده کیه؟ قطعا منم. کسی که اینجا باخت میده این تو بگیرش نمیاد منم. توی ویلاگ قبلی گفتم که همین موضوع راجع به خوابگاه واسم اتفاق افتاده. من الان بعضی از همخوابگاهی هم فارغ التحصیل شدن رفتم و فقط 2 تاشون مونده، به جای اونا که رفتن 3-4 تا جدید اومدن. بعد پارسال این موقع هم یه آدم جدید اومد داخل سویتمون که اون فازش کلا اصلا یه آدمی بودی انقدر اذیت کرد، انقدر کلا بد بود که میتونم بگم شخصیت منفی سریال بود. انقدر بد بود. اون شخصیت‌ها که اگه من میخوام سریالش کنم کلا همتون هیت میدید بهش و نمیدونم دلتون میخواد این زودتر حذف بشه و همش فوش میدید بهش، در این حد بد بود و خیلی‌ها رو اذیت کرد. منو اذیت کرد. کلی درام و جریان داشتم که ترم 3 رو اصلا کلا همون. ولی الان مثلا این ترم احساس میکنم که آدمای خوبی بود. الان 2 هفته گذشته ولی خب خوشم میاد ازشون، این آدمایی که وارد زندگیم شدن و انقدر مثلا طنزن و اینا. حس میکنم این فصل طنز زندگیمه. بعد مثلا این شخصیت ها میان و میرن و فقط کیه که میمونه؟ خودتی و خودت. این شخصیت اصلیه که حالا آدما میان یه جریانا یه تاثیراتی تو زندگی میذارن و میرن و حالا کی میمونه اینجا؟ خودت. و کی همیشه تو این سریال هست؟ خودت. و مثلا آدما میان و میرن، تاثیرات و اتفاقاتشون رو وسط میذارن و میرن و حالا دیگه میرن. من خیلی از حالا اون آدمایی که تا یه سال پیش باشون حرف میزدم و اومده بودن تو زندگیم الان کلا از دانشگاه هم رفتن، کلا حتی از پیج هم رفتن، همیشه رفتن، کلا از زندگیم رفتن. و نه تنها من، اگه هر کسی به زندگی خودش فکر کنه به این نتیجه میرسه که واقعا این سریاله، این کلا این زندگیش سریاله انگار. و امیدوارم که شما فکر کنید و به این نتایج برسید و واقعا جالبه. شما از این جریانات و از این سریال زندگی که واسهتون تعریف کردم به چه نتیجه‌ای میرسید؟ خوشحال میشم که کامنت کنید. اگه راجع به این 2 تا جریان که براتون تعریف کردم توصیه‌ای یا حالا مثال مشابهی دارید حتما برام بنویسید، من تعریف میکنم توی ویدیوهای بعدی واسه بچه‌ها. یا اگر نظری دارید، سوالی، هر چیزی کلا داخل کامنت ها بنویسید. من خوشحال میشم به کامنتاتون جواب بدم. اگر تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و از صدیا فهم بشید. تو شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل اینستاگرام، تلگرام به اسم صدیا تیوب میتونید منو پیدا کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. واسه من کلی ارزش داره. تا ویدیوی بعدی با من. خداحافظ.